زانوی ما یکی از پرکاربردترین مفاصل بدنمونه و چون همیشه تحت فشار قرار میگیره پس لازمه که یک سری نکات ایمنی رو براش رعایت کنیم. ولی چون اکثر شما عزیزان اطلاعات کافی ندارید و کسی رو ندارید که بهتون مشاوره درست بده، هر روز با انجام دادن کارهای اشتباه به زانوی خودتون آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری وارد می‌کنید. من امروز میخوام اطلاعات بسیار مهمی در این زمینه به شما بدم. 8 نکته حیاتی رو آماده کردم که رعایت کردن اونها برای همه افراد ضروریه. اگه فقط همین موارد رو رعایت کنید تا آخر عمر دچار زانو درد نمیشید. پس با من همراه باشید تا ببینید در زندگی روزمره شما این موارد رو رعایت میکنید یا نه. سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز کانال یوتیوب رویش. متاسفانه در چند سال اخیر بیشتر مراجعین کلینیک‌های ارتوپدی و فیزیوتراپی مربوط به مشکلات زانو میشه و نکته نگران کننده تر اینه که کم کم سن آرتروز و جراحی تعویض مفصل زانو داره به زیر 50 سال میرسه. علت اصلی چیه؟ نداشتن اطلاعات کافی و درست در زمینه مراقبت از زانو. واقعیت اینه که اگه شما اطلاعات کافی نداشته باشید و از زانوهای خودتون درست مراقبت نکنید، به راحتی میتونه در سنین پایین برای شما آرتروز ایجاد بشه و کار شما به جراحی تعویض مفصل برسه. جراحی که هم هزینه خیلی بالایی داره و جدای از درد و عوارض اون هیچ وقت هم به پای مفصل طبیعی و خدادادی شما نمیرسه. بذارید همین اول یک حقیقت خیلی مهم رو برای شما روشن کنم. اکثر اطلاعاتی که در زمینه مراقبت از زانو دارید باورهای اشتباهی هستند که سالها به شما گفته شده. مثلا بهتون گفتن برای مراقبت از زانو وزن کم کنید، از توالت فرنگی استفاده کنید، در حالی که همه اینها باورهای اشتباهی هستند که در ادامه با جزئیات خدمت شما توضیح میدم. پس لطفاً با من همراه باشید و این چند تا نکته ساده، علمی و مهم رو درباره زانوهاتون بدونید تا 100 سالگی زانوهای سالم و طبیعی رو داشته باشید. اینا همون نکاتیه که اکثر افراد بهش توجه نمی‌کنن و به راحتی به سمت آرتروز و جراحی تعویض مفصل میرن. پس بریم این نکات رو با هم ببینیم. مورد اول که از همه موارد مهمتره، وزن کم نکنید. من 10 بیمار داشتم که شروع به رژیم گرفتن کرده بودن، وزن کم کرده بودن و زانو دردشون شروع شده بود. شاید کمی براتون عجیب به نظر برسه، ولی این مسئله یک نکته ساده، علمی و خیلی مهم داره. کاهش وزن در افرادی که اضافه وزن دارن و چاق هستن با یک شرط خیلی مهم میتونه به زانو دردشون کمک کنه و حتی از آسیب‌های زانو پیشگیری کنه. در غیر این صورت میتونه کاملا مضر باشه. اونم اینه که با شیب خیلی ملایم باید کاهش وزن ایجاد بشه، حد اکثر 2 کیلو در ماه. اگر شما بخواید یهو رژیم‌های سخت و سنگین بگیرید و وزن زیادی رو کم کنید، اتفاقی که میفته اینه که عضلات زانو و چربی‌های سالم و ضروری که در مفصل زانو وجود داره تحلیل میره و این میتونه زمینه ساز آسیب‌های جدی برای زانو باشه. مورد دوم و مهم مصرف دخانیاته. پس در حد امکان دخانیات مصرف نکنید یا خیلی کم مصرف کنید. و اگه امکان ترک دخانیات رو هم ندارید، من 2 راهکار ساده بهتون خواهم گفت که به راحتی بتونید عوارض اون رو روی مفصل زانو کم کنید. حالا شاید براتون سوال باشه مصرف دخانیات چه ربطی به زانو داره؟ حالا شاید دخانیات برای ریه و قلب مضر باشه، ولی خب شاید از نظر شما ربطی به زانو نداره. ولی طبق مطالعات علمی مختلف مصرف دخانیات با یک علت خیلی جالب میتونه باعث تخریب مفصل زانو بشه. ما اطراف غضروف‌ها، رباط‌ها و منیسک‌های زانو مویرک‌های خیلی کوچیکی داریم که باعث تغذیه مفصل زانو میشه و شما با مصرف زیاد و طولانی مدت دخانیات باعث میشید اون مویرک‌ها بسته بشه و خونرسانی مفصل زانو کم بشه. در کنار ترک دخانیات، اگر هم نتونستید حالا دخانیات رو کاهش بدید مصرفش رو، حداقل 2 کار مهم میتونید برای کاهش عوارض اون انجام بدید. اول اینکه تغذیه مناسب داشته باشید و آب کافی به صورت روزانه مصرف کنید و دوم
ماساژ های زانو رو هفته 2-3 بار که در یک ویدیو مجزا کامل آموزش دادیم اونا رو انجام بدید تا خونرسانی زانو ایدئال باشه و دخانیات آسیب کمتری به مفصل زانوی شما وارد کنه. نکته سوم، دویدن ممنوع. آیا یعنی هیچ وقت نباید بدویم؟ نه، اینطوری نیست. با 3 تا شرط خیلی مهم اگر بدوید مشکلی نداره. شرط اول اینه که کفش مناسب داشته باشید که در ویدیو مجزا ما ویژگی‌های کفش مناسب و استاندارد رو گفتیم، میتونید ببینید. مورد دوم و شرط دوم اینه که شما در یک زمین صاف و مناسب بدوید، یعنی پستی بلندی زیادی نداشته باشه و از حرکات زیگزاگ و چرخش‌های ناگهانی پرهیز کنید. و شرط سوم اینه که قبل از دویدن یه مقداری گرم کنید، 10 دقیقه راه برید، چند تا حرکت کششی انجام بدید و بعدش میتونید بدوید. اما دویدن برای 3 گروه از افراد ممنوعه و میتونه آسیب رسان باشه. گروه اول افرادی هستند که چاق هستند، یعنی شاخص توده بدنی یا BMI اونها بالای 30 هست. شما BMI یا شاخص توده بدنی رو میتونید توی گوگل سرچ کنید، فرمول داره، قد و وزنتون رو بذارید، عدد به دست میاد. بالای 30 باشه دویدن برای شما ممنوعه. مورد دوم یعنی گروه افرادی که نباید بدن، افرادی هستند که از قبل آسیب‌هایی رو توی زانو دارن، آرتروز، آسیب منیسک، رباط‌های صلیبی، آسیب‌های این چنینی دارید، دویدن برای شما ممنوعه. و گروه سوم افراد که نباید بدن، افرادی هستند که سنشون بالاست. سن بالا یعنی سن بالای 60 سال که دویدن میتونه ریسک آسیب‌های زانو رو برای اونها زیاد کنه. خب به جای دویدن باید چی کار کنیم؟ میتونید به جای دویدن از ورزش‌هایی مثل پیاده روی و یا دوچرخه سواری که برای همه افراد در همه گروه‌های سنی مفیده استفاده کنید. البته پیاده روی و دوچرخه سواری هم یک سری شرایطی داره، یعنی پیاده روی یهو چند ساعت نباید باشه، سعی کنید زیر 1 ساعت باشه و دوچرخه سواری هم زیر نیم ساعت باشه و در واقع نرم و ملایم باشه و خیلی درجه سفتی دوچرخه، چه دوچرخه ثابت چه دوچرخه معمولی، خیلی زیاد نباشه. نکته چهارم و خیلی مهم که اکثر افراد در مورد اون اشتباه فکر میکنن، استفاده از توالت فرنگی هست. قبل از اینکه این مورد رو هم بگم، از شما دوستان عزیز تقاضا دارم که برای حمایت از ما و حمایت از این کانال حتما این ویدیو رو لایک کنید، اگه گزینه هایپ اومد اون رو هم بزنید، حداقل یک کامنت برای ما بذارید و این ویدیو رو برای دوستان آشنایان ارسال کنید تا اونها هم استفاده بکنن. اگر شما جزء افرادی هستید که توالت فرنگی استفاده می کنید، توی منزل روی مبل میشینید، همیشه روی صندلی میشینید، اتفاق خیلی بدی که میفته برای زانوی شما اینه که مفصل زانو کم کم دامنه حرکتیش کم میشه. چرا؟ چون اصلا کامل خم نمیشه. شما همیشه روی مبل و توالت فرنگی اینا میشینید و این میتونه کاملا مضر باشه. برای این افراد اتفاقا ما توصیه میکنیم که توالت ایرانی استفاده کنن که حداقل اون چون باطمه نشستن باعث بشه دامنه حرکتی مفصل زانو کامل بشه. ولی استفاده از توالت ایرانی 3 تا شرط خیلی مهم داره تا آسیب رسان نباشه و برعکس بعضی وقتا میتونه برای اکثر افراد که توضیح دادم مفید باشه. شرط اول اینه که BMI شما یعنی وزن شما، BMI یا شاخص توده بدنی شما بالای 30 نباشه. دوم، از قبل هیچ گونه آسیب و دردی توی مفصل زانو نداشته باشید. و مورد سوم که خیلی مهمه اینه که زیر پاشنه شما وقتی میشینید 3-4 سانت بالاتر باشه. بعضی از سنگ‌های دستشویی حالت ارگونومیک دارن، یعنی حالت قسمت پاشنه مقدار بالاتر، یا از این سنگ‌ها استفاده کنید. اگر هم ندارید میتونید پلاستیک یا هر چیزی تونستید توی دستشویی تعبیه کنید. وقتی میشینید توالت‌های ایرانی قسمت پاشنه یه مقداری بالاتر باشه تا به مفصل زانو، مچ و حتی کمر فشار کمتری اعمال بشه. مورد پنجم و مهم، بالا رفتن از پله برای زانو مفیده و اونی که برای زانو میتونه خیلی مضر باشه پایین اومدن از پله هست. اخیراً بیمار 40 ساله‌ای داشتم که به خاطر زانو درد به من مراجعه کرده بود و تنها توصیه‌ای که بهش کردم اینه که روزی 1-2 بار پله بالا بره و بعد از 2 ماه زانو دردش کاملاً برطرف شد. بالا رفتن از پله با تقویت عضلات زانو و لگن
میتونه در پیشگیری از زانو درد و آسیب‌های زانو بسیار مفید باشه، ولی یک سری شرایط خیلی مهم داره. شرط اول اینه که وزن شما خیلی زیاد نباشه. پس اگر BMI شما بالای 30 باشه بهتر پله زیاد بالا نرید و همون از آسانسور استفاده کنید. مورد دوم اینه که از قبل آسیب‌های شدید و جدی توی زانو نداشته باشید، یعنی آرتروز شدید نداشته باشید، منیسک، رباط، آسیب‌های شدیدی نداشته باشه. و نکته سوم اینه که تعداد پله خیلی زیاد نباشه، یعنی روزانه 1 الی 2 بار حد اکثر 20 الی 30 پله کافیه. و پایین اومدن از پله هم میتونه برای زانو درد و آسیب‌های زانو مضر باشه. پس اگه آسانسور هم ندارید، پایین اومدن از پله رو خیلی با احتیاط به آرامی انجام بدید و حتما از میله و یا نرده کنار پله استفاده کنید. نکته ششم که اگر بهش توجه نکنید باعث آسیب و تخریب زانوها میشه، عدم توجه به تقویت عضلاته. خب یعنی اگر شما عضلات زانو رو تقویت کنید کافیه برای پیشگیری از آسیب‌های زانو؟ قطعاً نه. طبق تحقیقات علمی مختلف و تجربه خودم در کلینیک، تا وقتی که شما عضلات لگن و باسن رو در کنار عضلات زانو تقویت نکنید، تقویت صرف عضلات زانو واقعا کافی نیستش. که ما قبلا برای تقویت عضلات لگن و باسن هم ویدیو مجزا گذاشتیم که میتونید از حرکات اون هم برای زانو درد و پیشگیری از آسیب‌های زانو استفاده کنید و نیازی هم نیست هر روز تمرین و ورزش انجام بدید. هفته 1-2 بار در حد 20 دقیقه برای پیشگیری از آسیب‌ها کفایت میکنه. نکته هفتم که میتونه باعث آسیب زانو و تخریب اون بشه، کارها و فعالیت‌هایی که فشارهای خیلی بیش از حد به زانو وارد کنه. کارهای سنگین، ورزش‌های سخت و سنگین، استفاده از کفش نامناسب و حتی یک سری انحراف‌ها در کف پا مثل صافی کف پا یا زیاد بودن قوس کف پا، همه اینها میتونه فشارهای زیادی رو به زانو اعمال کنه که ما برای صافی کف پا و بررسی قوس کف پا هم ویدیوهای مجزا گذاشتیم که توصیه میکنم طبق اون حتما کف پاتون رو هم بررسی کنید که اگر انحراف‌هایی در اون ناحیه داشتید حتما به اونها هم رسیدگی کنید. نکته هشتم تغذیه مناسب هست که خیلی اهمیت داره. تغذیه مناسب و سالم یعنی چی؟ یعنی از مواد غذایی استفاده کنید که پروتئین کافی داشته باشه، چربی‌های سالم مفید داشته باشه، املاح معدنی و ویتامین‌های کافی داشته باشه. همچنین یک سری مواد غذایی مثل پای مرغ یا حتی قرص‌های غضروف‌ساز هم طبق مقالات علمی تأثیر خیلی کمی میتونن روی سلامت زانوها داشته باشن، ولی ضروری نیستن. اگر دوست داشتید میتونید بعضی مواقع استفاده کنید. ما قبلا در یک ویدیو مجزا یک معجونی رو به شما معرفی کردیم و مواد طبیعی که میتونه برای زانو و زانو درد مفید باشه اونجا آموزش دادیم که میتونید از اون معجون استفاده کنید و میتونه به شما خیلی کمک کننده باشه. البته یک سری افسانه هایی هم وجود داره در طب سنتی که غذاهایی که سردی هستند برای زانو مضرن، ولی فعلا تا این لحظه طبق مقالات علمی معتبر این مسئله اثبات نشده و از این جهت میتونید از هر غذایی که دوست داشتید و مفید بود استفاده بکنید. 8 نکته حیاتی برای مراقبت از زانوها رو مشاهده کردید. خیلی از شما عزیزان ممکنه در حال حاضر دچار زانو درد باشید و ندونید که علتش از کجای زانو منشأ گرفته. برای همین ما در یک ویدیو مجزا، یک ویدیو کامل و ویژه، روش تشخیص و درمان انواع زانو دردها رو به صورت عملی بر اساس نواحی درد زانو آموزش دادیم که توصیه میکنم حتما از اون ویدیو استفاده کنید. برای تک تک شما آرزوی سلامتی دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.